سرخط خبرها. تاکید سراج الدین حقانی بر حفاظت از حریم افغانستان. وزیر داخله حفاظت از حریم کشور را وظیفه مشترک تمامی افغانها دانست. حالات پرمختگ طرف روان دی. چگونگی بازداشت سخنگوی داعش خراسان. المرصاد گفته که معامله درون گروهی سبب بازداشت وی شده است. پاکستان د ترهګرو او رانکارو ډلو د ملاتړ سابقه لري. وقوع رویداد ترافیکی خونین در سالنگ، 5 تن جان باخته و 44 تن دیگر زخمی شدند. و حمایت میانجیگران در مورد هیئت صلح غزه. میانجیگران به اجرای مرحله دوم آتش‌بس غزه تاکید کردند. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز یک شنبه 30 قوس 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 21 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبر. سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی امارت اسلامی حفاظت از حریم افغانستان را وظیفه مشترک تمامی افغانها دانست. وی در نشست در زابل بار دیگر بر اتحاد و همبستگی میان مردم کشور تاکید کرد. گزارش از نستر نویدی. وزیر داخله امارت اسلامی در سفر به ولایت زابل ضمن دیدار با مسئولان محلی، علما و نمایندگان مردم تاکید کرد که حفاظت از حریم افغانستان وظیفه مشترک تمامی افغانها است. و در این نشست افزود که اتحاد و همبستگی تنها با افراد شکل نمیگیرد بلکه از طریق رهبری متکی بر تعهد صادقانه و مخلصانه ایجاد می شود. مقصد و غرض می دغه دی چې یووالی وحدت چې کوم دی دا په افرادو کې نه راځي او دا د مشرتابه سره په پوره تعهد و ژمنتیا باندې په ښه اخلاص باندې دغه راځي. وزیر داخله در سخنانش وضعیت کشور را در حال پیشرفت توصیف کرد و تاکید نمود که چالش‌ها به تدریج کاهش می‌یابد و افزود که پروژه‌های ملی در سراسر کشور در حال اجرا هستند و نقش مهمی در توسعه و رفاه مردم دارند. وزیر داخله همچنین تاکید کرد که افزایش عواید ملی زمینه خودکفایی اقتصادی افغانستان را فراهم می‌کند. حالات پرمختګ طرف روان دي. ستونزې چې دي کمیږي. زموږ تاسو ملي پروژې چې کومې دي په کار باندې لویږي او عواید هم چې دي په خپل شخصي عواید خپل مملکت عواید هم چې کوم دي او ورځ تر بله خودکفایی په دې باندې. در همین راستا آگاهان میگویند که حضور مقامات و گفتگو با مردم اعتماد میان حکومت و ملت را تقویت کرده و مانع از تخریب افکار علیه حکومت میشوند. د ملت په منځ کې ګرځیدنه او د ملت په منځ کې هغه خبره اترو ته اشاره کوونه چې په شکل او د اشکال باندې د ملت په ذهنیت کې سوال په شان تیریږي. هغه ته جواب وینا او زه فکر کوم چې دا د حکومت د ملت ترمنځ باور نور هم قوي کوي او د لار واروي چې ترڅو په دغه ملت باندې بیا څوک کار ونه کړي او دغه ملت نور څوک تخریب نه کړي او دغه ملت ته نور څوک داسې فکر افکار ور نه کړي چې د حکومت پر وړاندې خند او زند جوړ کړي. پیشتر سراج الدین حقانی وزیر داخله امارت اسلامی بر حکومتداری خوب تاکید کرد و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارت اسلامی نیز در مراسم در ولایت قندهار اعلام کرد که نظام عاری از فساد و آرامی اکنون در کشور حاکم است و امنیت سراسری تامین شده است و افزوده بود که تقویت وحدت دولت و ملت مانع شکلگیری جریان‌های ویرانگر می شود. رسانه المرصاد به نقل از منابع خود گزارش داده که پرونده بازداشت سلطان عزیز اعظام سخنگوی داعش خراسان در پی تجدید اختلافات داخلی در این گروه شکل گرفته است. بر اساس این گزارش شمار از عناصر با نفوذ داعش که جایگاه خود را از دست داده بودند برای تامین منافعشان به نهادهای استخباراتی پاکستان رو آوردند. باز هم گزارش از نستر نمیری. المرصاد رسانه نزدیک به امارت اسلامی به نقل از منابع خود گزارش داده که پرونده دستگیری سلطان عزیز اعظام سخنگوی داعش خراسان در نتیجه تجدید اختلافات داخلی در شاخه خراسان داعش شکل گرفته است. بر بنیاد این گزارش شماری از عناصر با نفوذ که موقعیت خود را از دست داده بودند برای پیگیری منافعشان به نهادهای استخباراتی پاکستان پناه بردند.
دا حقیقت دی چې په اصولو او پرنسیپ کې پاکستان د ترهګرو او ورانکارو ډلو د ملاتړ سابقه لري او تل یې د سیاسي، اقتصادي او نورو اهدافو لپاره په سیمې او نړۍ کې ترې استفاده کوي. در این گزارش نیز آمده که سلطان عزیز عصام در یک مهمانخانه تحت نظارت نهادهای استخباراتی پاکستان با اعضای ناراضی داعش در حال گفتگو و بررسی طرحها و توافقات تازه بود. به گفته منابع، با بالا گرفتن اختلاف نظرها بر سر برخی مسائل مشخص، این مذاکرات به بنبست رسید و در نهایت بازداشت سلطان عزیز عصام از سوی استخبارات پاکستان اعلام شد. در ارتباط با موضوع تروریسم، پاکستان در قبال جامعه جهانی همواره یک بازی دوگانه داشته است. این کشور در عین حالی که خود منشأ پرورش و صدور تروریسم بوده، اما برای مبارزه با تروریسم از جامعه جهانی پاداش و امکانات دریافت کرده و این بازی دوگانه همچنان ادامه دارد. آگاهان نیز معتقدند که پاکستان با اعلام دستگیری برخی افراد تلاش می‌کنند از این اقدام برای گرفتن امتیاز از غرب و استفاده ابزار سیاسی بهره ببرد، در حالی که این گروه‌ها در داخل خاک پاکستان لانه و فعالیت دارند. این بحث فکر نکنیم که به شکل جدی باشه که یک مبارزه را با تروریسم خصوصا با داعش وجود داشته باشه، بلکه به یک نوع امتیازگیری میکنن و این امتیازگیری برای رژیم پاکستان به شکل یک عادی به عنوان یک نمونه استفاده می شود که یک چیز کمایی بالای آنها بکنند. پیشتر کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل در 16مین گزارش خود اعلام کرد که سلطان عزیز عصام، سخنگوی داعش خراسان و از بنیانگذاران شاخه رسانه این گروه، در 16 می سال روان میلادی توسط نهادهای اطلاعاتی پاکستان بازداشت شده است. در این گزارش از وی به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی تبلیغاتی داعش خراسان یاد شده بود. وزارت داخله میگوید که آتش‌سوزی صبح امروز در مندوی کابل به مبلغ $700,000 به دکانداران خسارات وارد کرده است. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، میگوید که تیم آتش‌نشانی از گسترش بیشتر آتش‌سوزی جلوگیری کرده و به ارزش 150 میلیون افغانی کالا نجات داده شده است. از اثر واژگون شدن یک موتر مسافربری نو 580 در سالنگ شمالی 5 تن جان باخته و 44 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت فایدامه میگوید که این رویداد ساعت 2 شب گذشته به دلیل بی‌احتیاطی راننده رخ داده است. او از رانندگان خواست که هنگام عبور از این شاهراه قوانین ترافیکی را رعایت کنند. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که اقتصاد کشور در سال روان میلادی با وجود چالش‌های داخلی و خارجی شاهد ثبات پولی و کنترل تورم بوده است. بر اساس آمار این بانک، افغانستان در سال جاری تنها 2% تورم را تجربه کرده که در سطح کشورهای منطقه بی‌سابقه است. گزارش از ناهید اندر. در سال 2025 اقتصاد افغانستان با وجود چالش‌های داخلی و خارجی نشانه‌های روشنی از ثبات پول و کنترل تورم را به نمایش گذاشته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، افغانستان در سال 2025 میلادی تنها 2% تورم را تجربه کرده است که در سطح کشورهای منطقه بی‌سابقه است. به گفته سخنگوی این بانک، در حال حاضر افغانستان یکی از کشورهایی است که دارای باثبات‌ترین واحد پولی در منطقه میباشد و این بانک توانسته است ثبات پول افغانی در برابر دیگر ارزها را حفظ کند. افغانستان د غوره ثبات لرونکي پولي واحد لرونکی دی او هڅه مو دا ده چې په دې برخه کې لا ډیر باثباته پولي واحد ولرو. د وروستیو معلوماتو پر اساس په 2015 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه 2 سلنه ښودل شوې ده چې دا د سیمې د هیوادونو په کچه د غوره انفلاسیون لرونکو هیوادونو په کتار کې افغانستان ته ځای ورکړی دی. با این حال شمار از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که رشد تولیدات داخلی و افزایش صادرات کلید ثبات اقتصادی در افغانستان است. این آگاهان تاکید می‌کنند که هرچی تقاضا برای ارز خارجی کاهش یابد، ارزش افغانی تقویت می‌شود که به باور آنها مدیریت واردات، جلوگیری از چاپ بی‌رویه پول و کنترل حجم پول در گردش برای حفظ ثبات پول ملی حیاتی است. هر قدر در بازارهای مالی افغانستان تقاضا به ارز خارجی کمتر باشه، به اون پیمانه میتونه که ارزش پول افغانی را بلند ببره. در کنار از مدیریت واردات و به این شکل در قسمت حفظ و نگهداشت پول که پول مندرس نشه و پول بیشتر چاپ نشه بیشتر از نیاز مارکت، اینا همش از جمله عوامل است که میتونه پول ملی کشور با ثبات نگه داره. افغانستان بانک د حیثیت د ساتلو لپاره
نور هم کول پکار دی. یو خدا د سید موږ د افغاني چاپ لپاره باید موږ له الکترونیکی اپشنونو نه استفاده وکړو یا اپلیکیشنونو نه استفاده وکړو. دویم سره پسان کې موږ د اعتبار د پوره ساتلو لپاره باید آثار وساتو. گفتنی است که بانک جهانی در گزارش تازه‌اش اعلام کرده که نرخ تورم در افغانستان همچنان پایین باقی مانده و پیش بینی می شود این کشور در سال مالی 2025 یکی از پایین‌ترین نرخ‌های تورم را در سطح منطقه ثبت کند. و حالا هم چند خبر کوتاه از جهان. نمایندگان امریکا، ترکیه، قطر و مصر در نشست در میامی از تشکیل هیئت صلح غزه به عنوان نهاد انتقالی برای اداره امور غیر نظامی، امنیتی و بازسازی حمایت کردند. به گفته استیو ویتکاف، نماینده ویژه واشنگتن در امور خاورمیانه، مرحله نخست آتشبس پیشرفته‌هایی داشته و تمرکز گفتگوها بر اجرای مرحله دوم، عقب نشینی بیشتر اسرائیل و استقرار نیروی بین المللی بوده است. این کشورها اجرای طرح صلح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ را برای بازسازی غزه و ثبات منطقه‌ای ضروری دانستند. احمد وحیدی، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در واکنش به تلاش‌های امریکا، عربستان، فرانسه و لبنان برای تهیه نقشه راه خلع صلح حزب الله گفت جرأت چنین کاری را ندارند و مدعی شد ارتش اسرائیل توان رویارویی زمینی با حزب الله را ندارد. او همچنین با اشاره به دیدار احتمالی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ تاکید کرد ایران تمام تحولات را با دقت زیر نظر دارد و تهدیدهای اسرائیل را نشانه ضعف و آشفتگی کشور دانسته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت که مسکو برای حل صلح‌آمیز جنگ اوکراین آمادگی دارد، اما تحقق این امر مشروط به تامین شرایط امنیتی مشخص است. خبرگزاری تاس گزارش داد که پوتین در جریان نشست پایان سال خود پیام مهمی به غرب فرستاده و بر امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک تاکید کرده است. پوتین افزوده که ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ تلاش‌های جدی و صادقانه برای پایان دادن به بحران اوکراین انجام می‌دهد و مسکو به مذاکرات صلح ادامه خواهد داد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد بدرود.